آیا جهانهای موازی وجود دارند؟ ما ممکنه در چند جهانی زندگی کنیم. هلو گایز، به چنل پوریا گوست خوش اومدید. امیدوارم روز خوبی داشته باشید. تو این ویدیو میخوایم با هم به بررسی تئوری جهانهای موازی بپردازیم. از نظریه‌های علمی گرفته تا ایده‌ها و تئوری پردازان. پس تا انتهای این ویدیو زیبا و البته مفید با من همراه باشید. خب قبل از شروع ویدیو میخوام اولین ویدیو گرفته شده زیبا و پرمفهوم از فضا توسط ناسا رو با هم ببینیم. پس بریم سراغ ویدیو. جهان ما به طرز غیرقابل تصوری بزرگ، صدها میلیارد یا تریلیون ها کهکشان تو فضا میچرخه که هر کدوم حاوی میلیاردها و تریلیون ها ستاره است. حدس میزنید که قطر کیهان چقدر میتونه باشه؟ بعضی ها میگن 7 میلیارد سال و بعضی ها هم فکر میکنن میتونه بی نهایت باشه. اما ما میخوایم بدونیم که این همه چیزیه که وجود داره. تا حالا به این فکر کردید که جهانهای موازی چیست؟ جهانهای موازی فقط یک داستان علمی و تخیلی نیست، بلکه نظریه‌های علمی وجود داره که از ایده جهانهای موازی حتی فراتر از جهان ما حمایت میکنه. پس با این حال نظریه چند جهانی یا همون جهانهای موازی یکی از بحث برانگیزترین و هیجان انگیزترین و ذهن بازکن‌ترین نظریه‌ها در علمه. جالب اینجاست برخی از محققان ایده های خودشون رو در مورد جهانهای موازی بر اساس مکانیک کوانتومی، توصیف ریاضی، ذرات ریز اتمی قرار میدن، یا بعضی از فیزیکدانان به نسخه دیگر سطحی تری از جهانها اعتقاد دارن، یعنی جهانی که ما داخل زندگی میکنیم برای همیشه ادامه داشته باشه، مثل یک چرخه. چرخه‌ای که مدام تکرار و تکرار میشود. همچنین در یک افزوده اخیر به مجموعه نظریه‌های چند جهانی محققان مؤسسه فیزیک نظری پیرامونی پیشنهاد کردند که جهان از انفجار بزرگ آغاز شده یا همون بیگ بنگ
در طرف مقابل خط زمانی بیگ بنگ به سمت عقب کشیده شده است. زمانی جهانی وجود داشته که دقیقاً تصویر آینه‌ای از خود ما بوده. الکساندر ویلمکین می نویسد ثابت‌های طبیعت برای پیدایش حیات به خوبی تنظیم شدند. دلیل اینه که ناظران هوشمند فقط در آن حباب‌های عادی وجود دارند که داخل آنها به طور تصادفی ثابت‌ها برای تکامل زندگی مناسب هستند. توضیح ویلمکین نشان میده که در برخی از جهان‌های حبابی خارج از جهان ما ناظران هوشمند زندگی دیگری نیز میتواند وجود داشته باشه. بنابراین کل زندگی ما ممکنه در جای دیگری یا به اصطلاح بعد دیگری در جهان تکرار بشه. تا آنچه دیروز برای صبحانه خوردید میتونه حتی یک نظریه باشه. اما اگه جهان در یک نقطه محدود آغاز شده باشه، همونطور که تقریبا هر فیزیکدانی موافقه که چنین بوده، طبق اختر فیزیکدانان در سال 2015 به گفته شخصی به نام اتان سیگل، در تعداد پیامدهای ممکن از ذرات هر کیهانی که با همدیگه کنش دارن سریعتر از افزایش تعداد جهانهای ممکن به دلیل تورم به سمت بی‌نهایت میرن. به نظر شما این چه معنی میتونه داشته باشه؟ خب ما در حال حاضر نمیتونیم بگیم حتما این نظریه واقعیه و نمیتونیم ازش رد بشیم. اما شما فرض کنید که از خواب بیدار شدید و در یک بعد دیگری از جهان هستید، یا اینکه فرض کنید قابلیت اینو داشته باشید که بتونید با بعدهای دیگه در تماس باشید، که خب این خیلی عجیب و در حال حاضر دارک یه جورایی به نظر میاد. خب دوستان، رسیدیم به پایان این ویدیو. امیدوارم نهایت لذت و مقداری سیخ شدن مو در تنتون رو هم حس کرده باشید. اگر از این سبک ویدیوها خوشتون میاد حتما تو کامنت ها بهم بگید و با لایک و